دانیال علیه السلام پیامبر پرآوازه‌ای که در تورات یک کتاب با 12 باب به او اختصاص دارد. درباره محل دفن و کرامات و تابوتش روایات و اخبار فراوانی بیان گردیده. دانیال نبی که در تعبیر خواب و پیشگویی تبخر داشت، احتمالاً به همراه گروهی از یهودیان که به اسارت در بابل بودند به شوش آمده و در این شهر دار فانی را وداع می کند. مورخین چنین نوشتند که پس از فتح شوش به دست مسلمانان تابوت دانیال را یافتند. پس از کسب تکلیف از صحابه او را دفن کرده و بارگاهی برای او می سازند که آب نهر شاور از زیر آن جاری بوده. گنبد بارگاه در قرن 13 پس آنکه سیل بقعه قدیمی را ویران کرد از نو ساخته شده و بعد از آن نیز چندین بار مرمت گشته است. حبقوق که در افواه مردم منطقه به حیقوق معروف تر است، از نسل حضرت موسی علیه السلام است که 600 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته و نامش در تورات نیز ذکر شده است. بنای آرامگاه حیقوق نبی نمودی از معماری زیبای دوران سلجوقی است که بی تردید در طول قرون گذشته مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است و آنچه که امروز در منظر بازدید کنندگان است، بقعه‌ای است 8 ضلعی با گنبدی مخروطی شعل و نمای آجری. داخل بنای مقبره حیقوق نبی ساده است. روایت شده است که او بشارت دهنده پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و شاید به همین دلیل باشد که مورد توجه عامه قرار گرفته است.